الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 41 از آموزش کلمت التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد. در حلقه های گذشته به شما شکننده های صدق بیان کرده شد که از 4 قسم و 4 نمود عبارت بود. قسم اول انجام دادن نواقض الاسلام، بیان کردیم که صدق انسان را می شکند، یا هر کسی که عمل را انجام بدهد که با این عملش دین را تکذیب بکند، صدقش را تکذیب بکند، به مانند قدر نادانی کردن دین و اهل دین و ناقدری کردن به رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا دشمنی کردن به اهل ایمان و دوستی کردن به کفار و غیر ذلك. و سومینش ممتنع از شریعت، کسی که از شریعت امتناع می کند و عمل را به پررگی ترک می کند، نماز و بقیه از فرائض و شرایع اسلام را ترک می کند، البته این هم شکننده اسلام است. و چهارمینش هر کسی که به چیزی از این دین و آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده اند بغض و عداوت و دشمنی دارد. البته همه این نمودها شکننده و نابود کننده های اصل صدق است و انسان را از ملت اسلام به ملت کفر داخل خواهد کرد. و البته این 4 نمود ذکر کرده ما انسان را، صاحبش را کافر و مرتد خواهد کرد. بارک الله فیکم. مسئله که امروز ما در بالای اون باید صحبت بکنیم، این هم تعلق به صدق دارد. در حقیقت صدق این یک کلمه است که معنی بینهایت زیاد دارد و برای همین است که 7 و 8 حلقه های ما هم نسبت داده شده است به صدق. و این از حلقه های گذشته به ما معلوم گشت که صدق اصل است و اساس است و سبب نجات انسان است و تمام مشکلات ها و تمام عذاب و درد در این دنیا و آخرت و تمام گمراهی سببش ضد صدق است و ترک صدق است که این کذب و دروغ می باشد. پس چی چیز از مهمترین لوازمات صدق است؟ یعنی چی چیز همیشه با صدق باید همراه باشد و صدق به این چیز به وجود آمدنش ناممکن است؟ و طلبات صدق چیست؟ صدق چه مقتضیات و طلبات دارد؟ بارک الله فیکم برادران و خواهران موحدم. بزرگترین و اعظمترین چیزی که همیشه با صدق ملازم است، همیشه با همراهی صدق می آید و صدق به این چیز به وجود آمدنش ناممکن است، این عمل است. عمل و انقیاد که این را علما نامگذاری میکنند به تصدیق عملی. یعنی اصل صدقی که در قلب است همان وقت قبول میگردد که لوازماتش، چیزهای ضروریه که به صدق باید همراه باشد، یک جا بیاید. این عمل و انقیاد که این را تصدیق عملی میگویند. یعنی با عمل انسان باید صدق داخلی خود را
که صدق قولی قلبی هست باید تصدیق بکند. و این چگونه عمل است؟ یعنی عمل کردن به طلبات و مقتضای صدق. اگر خبر و وعده از جانب الله آمده باشد، وعد باشد، به این عمل بکند، و اگر خبر و وعید آمده باشد ترک بکند و پرهیز نماید. یعنی هر خبری از جانب الله و رسولش آمده باشد که وعده به جنت بدهد و این عمل را انجام دادنش را امر بکند، در این حالت این عمل را باید انجام بدهد. و هر عملی که الله ذکر کرده است و گفته است که عاقبت این دوزخ است، باید این عمل را ترک بکند و تمام امرهای الله را تصدیق بکند و به همه امرهای الله امتثال نماید، اطاعت بکند، بجا بیاورد. و اگر از نهی کرده های الله با خبر شد، حتما باید ترک بکند و باید کوشش نماید که نهی کرده های الله را بیاموزد تا که به اون واقع نگردد. بارک الله فیکم. پس در حقیقت این گفته ها نشان می دهد که صدق این به نهایت عملی بزرگ است. هم عملی قلبی است و هم زبانی است و هم جسمی است و طلبات بزرگ دارد که طلباتش عمل کردن به امرها و ترک کردن نهی های الله است. پس صدق و تصدیق این یک دلیل است برای صاحبش برای عمل کردن و امتثال نمودن امرهای الله و انقیاد کردن. و انمین معنای صدق و صادقیت را نشان می دهد. چنانه که سخن ابن رجب حنبلی را که یکی از علمای بزرگ اهل سنت و جماعت هستند به شما بیان نمودیم. بارک الله فیکم. و این سخن زید ابن اسلم را بیان نمودیم که میگن لا بد ان تعمل عملا تصدق به ایمانک. ببینید، لا بد ان تعمل عملا تصدق به ایمانک، باید حتما ضرور است که یک عملی را انجام بدهی که با این عملت ایمانت را تصدیق بکنی. بارک الله فیکم. و این چنین از لوازم صدق، یعنی از چیزی که ضرورت صدق است باید همراه صدق همیشه بیاید، این از لوازمات صدق است، از چیزهای مهمی بر صدق است، این محبت و اخلاص است. یعنی عادتاً صدق به خودش یک چند لوازمات دارد، یک چند چیزهای مهم دارد که به وجود آمدن صدق به این چیزها ناممکن است. چه خیلی بیان کردیم، تصدیق کردن عملی، یعنی عمل نمودن، انقیاد، یقین و این چنین محبت و اخلاص. بارک الله فیکم. و این بود چیزهایی که مهم بر صدق است و طلبات صدق. و مسئله دیگر این است که صدق به باقی مانده از شرطهای لا اله الا الله چه علاقه دارد؟ علاقه صدق به بقیه شروطهایی که لا اله الا الله دارد. گفتیم لا اله الا الله 7 شرط دارد و یکی از شرطش سیومش صدق است. اولش علم است و دومش یقین است و سومش صدق است. غیر از صدق 6 شرط لا اله الا الله اینچنین وجود دارد. پس صدق این به نهایت چیزی ضروری بر علم و یقین است. یعنی علم حق و یقین لازم می شمارد که صدق حاصل شود. یعنی انسان وقتی که علمش علم حق است، علم حقیقی و درست و صحیح دارد، یقین حقیقی دارد، علم حقیقی و یقین حقیقی
صدق را حاصل میکند. برای همین علما میگن الصدق ملزوم العلم والیقین، صدق لازما به وجود آورنده علم و یقین است، یا که علم و یقین لازما به وجود آورنده صدق است. بارک الله فیکم. یعنی علم و یقین به وجود آورنده صدق است. صدق بعد از علم و یقین به وجود می آید. وقتی که کسی که علم ندارد، جاهل و جهالت زده است، نادان و از دینش بیخبر است، علم حق را نمی داند، خبر بوی علم ندارد و یقین ندارد، پس این انسان به صدق رسیدنش ناممکن است. چرا که صدق بعد از علم حق و بعد از حق شناسی و بعد از آموختن و توحید و بعد از یقین کردن به همون علم، صدق به وجود می آید. برای من در مرتبه سوم است. اول علم است، بعد یقین است و بعد صدق است. پس برادرم و خواهر موحدم، بارک الله فیکم، کوشش به علم حق بکنید تا که صدق شما و اصل دینتان به وجود آید. و باقی مانده از شرط ها 4 شرط دیگر: محبت، اخلاص، قبول، انقیاد، این از صدق به وجود می آید. صدق از علم و یقین، و وقتی که صدق به وجود آمد، بعد از صدق خود به خود محبت پیدا می شود و خود به خود محبت که پیدا شد، اخلاص پیدا می شود. اخلاص که پیدا شد، قبول میکنید دین رو. وقتی که قبول کردید، همیشه عمل میکنید. بارک الله فیکم. ببینید صدق در حقیقت علاقه قوی به شرط های لا اله الا الله دارد. پس این شرط های لا اله الا الله همه اش به همدیگرش متلازم است، چسبیده است، جدا کردنش ناممکن است، مثل حلقه است و هر یکیش به یکی دیگرش ملزم است و یکیش به یکی دیگرش کامل نخواهد شد، قبول نخواهد شد. بارک الله فیکم. پس در بعضی حالت ها می شود که بعضی انسان توحید را می داند، یعنی علم دارد. علم، یک انسان علم به کلمه توحید دارد، اما این را تصدیق نمی کند. علم دارد اما تصدیق نمی کند. چرا که یقین ندارد و یقین که ندارد سبب می شود که تصدیق نمی کند. و در بعضی حالت ها انسان هست که تصدیق می کند، صدق دارد اما عمل ندارد. و در بعضی حالت ها شاید ظاهرا تصدیق بکند اما اخلاص نداشته باشد و قبول نداشته باشد و محبت نداشته باشد. سبحان الله، اینجوری انسان ها بسیارند. بیاریم مثال از سنت. وقتی که ما به سنت صحیح نظر میکنیم، به قصه عمک رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو طالب، میبینیم که ابو طالب محمد صلی الله علیه و سلم جیانشون را، فرزند برادرشون را، ابو طالب تصدیق میکرد. ابو طالب میگفت محمد در حقیقت امین است، صادق است، دینش دین حق است. به قلبش تصدیق میکرد، ظاهرا هم تصدیق میکرد، اما به همین دین اخلاص نکرد و همین دین رسول الله را که تصدیق کرد، صادق شمارید، راست شمارید، اما قبول نکرد و به این دین عمل نکرد. با وجود این که میدانست که این دین دینی راست است و صحیح است و درست است و صادق است و رسول الله را تصدیق میکرد. میگفت رسول الله در حقیقت محمد رسول الله است. ظاهرا و باطنا هم تصدیق میکرد، اما چرا کافر بود؟ چرا که شرط بقیه را به جا آورد. علم داشت، بله علم داشت، یقین میدانست که رسول الله صلی الله علیه و سلم حق هستند. صدق داشت، اما اخلاص نداشت و همین دین را قبول نکرد و عمل به همین دین نکرد.
همین ابو طالب بود که می گفت ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریة دینا. به تحقیق من فهمیدم و دانستم که البته دین محمد از بهترین دین هاست که در این دنیا وجود دارد. یعنی تصدیق میکرد که دین محمد صلی الله علیه و آله بهترین دین هاست. بارک الله فیکم. و یک فایده ذکر میکنیم در اینجا که بعضی ها در شرط صدق قبول و انقیاد و محبت را در درون شرط صدق ذکر کردند و از مضمونی مقتضات شرط صدق قبول و انقیاد و محبت را ذکر کردند. البته این درست نیست، چرا که قبول، انقیاد، محبت یا که محبت، قبول، انقیاد اینها شرط های علاهیده هستند، علاهیده هر یکش. و این سخن درست و صحیح همین است که هر یک این قبول، انقیاد، محبت شرط های مستقل است، در زیر صدق نیست. گرچنده که در درون صدق معنیش را دارد، هر یک شرط دیگر را در معنیش دارد، اما این هفت علاهیده است و معنی خود را دارد. پس هر کسی که یکی این شرط های هفتگانه را بجا نآورد داند که 6 چیزی که بجا آورد فایده ندارد، باید هر هفت این شرط بجا بیاورد. یک نفر صدق را بجا آورد، نمیتواند بگوید که در درون صدق محبت هم هست، اخلاص هم هست، انقیاد هم هست، همین صدق را به وجود آوردید بس است. اعوذ بالله، این جایز نیست. باید 7 شرط لا اله الا الله کاملا، ظاهرا، باطنا، عملا، قولا به وجود بیاد و یکیش بدون دیگرش قبول نخواهد شد. پس یک تنبیه به شما میکنیم. یک تنبیه این است که هر کسی که صدق و یقین و اخلاص را میگوید که معنی هر سه این کلمه یگانه است، یک نمود معنی دارد، باید دانسته شد که این سخنش سخنی باطل است و خطا است و در حقیقت خطا کرده است. صدق و یقین و اخلاص را بعضی ها میگن که هر سهش یک معنی دارد، این خطا است. و قول صواب و درست این است که هر یک این کلمه الصدق و الیقین و الاخلاص هر یکش کلمه علاهیده است، معنای خاص خود را دارد و این سه کلمه هر سه شرط علاهیده لا اله الا الله است. البته به همدیگر معنای متقارب و نزدیک دارد و در معنیش به همدیگر ملازمت دارد و مدلولات و دلیل‌های به همدیگر متقارن دارد، اما هر یکیش از همدیگرش یک معنای زیاد دارد، معنای خاص خود را دارد. بارک الله فیکم. پس این بود این مسئله دوم که علاقه صدق به دیگر شرط‌ها چگونه است. بارک الله فیکم. مسئله دیگری که به صدق تعلق دارد این علامت‌های صادقین و میوه‌های صدق به انسان چگونه است. اگر به عباره دیگر گوییم بارک الله فیکم، علامت‌ها یا که علامات الصدق، علامت‌های صدق و اثرهای آن بر بنده و بر مؤمن. برادرم و خواهر بزرگوارم، بارک الله فیکم و نفع الله بعلمکم، هر یکین شرطهای لا اله الا الله علامتهای خود را دارد و میوه و فایده و ثمره خود را دارد. و این چونین صدق علامتش این طمأنینه قلب است، یعنی آرامش قلب، شک و شبهه نداشتن در قلب، مضطرب نبودن قلب. قلب منافقان همیشه آرام نیست، چرا که پر از شبهه و شک است. قلب موحد در این دنیا آرامترین قلب، مطمئنترین قلب، قلبی که در این قلب شک و شبهه وجود ندارد، مطمئن است که توحید حق است. و از علامت‌های کذب، از علامت‌های صدق این مطمئن بودن قلب است و از نشانه و علامت‌های دروغ و کذب و آثارش این حاصل شدن شک. وقتی که انسان جانب دروغش، جانب کذبش بالا رفته است و جانب صدقش ضعیف است، همیشه قلبش شک زده و همیشه قلبش مضطرب است، آرام نیست، مطمئن نیست.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث میگن، حدیث صحیح است، علما حسن میگن، البته امام ترمذی در سننشون و احمد در مسندشون روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن الصدق طمأنینة والكذب ریبه. صدق این طمأنیه و آرامی قلب است، مطمئن بودن قلب است، و کذب یعنی دروغ، این ریب است، شک و شبهه و ناآرامی قلب است. الله اکبر. پس هر مؤمنی که قلبش مطمئن بر توحید باشد، آرام باشد و از شک و شبهه و مضطرب و دودولگی دور باشد، داند که این علامت صدق است. و علامت دیگرش و آثارش این است که و از آثار و میوه صدق و علامتهایش بر بنده این است که این چنین این برکه است. صدق این برکه است و میوه صدق هم بر انسان این برکه است. چه خیلی که در حدیث آمده است فإن صدقا، البته حدیث رو ما وقتی که نظر میکنیم در حدیث اولا از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است و در حدیث متفق علیه وجود دارد. فإن صدقا و بین بورک لهما فی بیعهما و این کذب و کتم محققت برکت بیعهما. یعنی اگر انسان های تجارت کننده در تجارتشون راست بگویند و هر چیزی که در این بار کم و کاست و کمبودی هست بیان بکنند، پنهان نکنند، دروغگویی نکنند، الله به سبب صدقشون به این خرید و فروش تجارتشون برکه میدهد. یعنی باید بدونید که اکثر ضرر و خسارتی که امروز مردم میبینند این از سبب دروغگویی است، از سبب دروغین است. چرا که راستین و صدق این همیشه برکت است. و این کذبه و اگر دروغ بگویند در تجارت و پنهان بکنند عیب را، برکه فروختنشون و برکه تجارتشون نابود خواهد شد. و این چون هر کسی که با همراهی الله در مسئله کلمت التوحید صادق باشد، شهادتش صادق باشد، الله سبحانه و تعالی به این بنده اش در توحیدش، در علمش، در عملش و در عمرش برکه می بخشد. و اما هر کسی که شهادتش در کلمه توحید و توحیدش و دینش دروغ باشد و کذب باشد، سبحان الله، در علمش و عملش و عمرش و شهادتش و توحیدش در حقیقت برکه نابود می گردد. پس ای برادرم، اگر تو هر روز این درس ها را گوش بکنی، درس های عقیده و درس های فقه و درس های فرقه شناسی و سوال جواب و دین خود را پیش ببری و هر روز دانی که یک مسئله نوی را فهمیدی، دان که درجات بالا رفت، صدقت قوی شد و صادقیت را نشان دادی، و در حقیقت این دلالت میکند که الله به تو از سبب صدقت برکه میدهد. اما دانی که به گوش کردن توحید وقت نداری، عمرت به توحید میگذرد، به توحید وقت نداری، به دین خود اهمیت نمیدهی، بدان که روز به روز برکه از تو میرود. سبب این است که تو صدق نداری و کذب داری و دروغین هستی. و از آثار حصولی، یعنی از میوه های حاصل صدق، از میوه های حاصل شده از صدق این است که صدق انسان را به سوی نیکی و هدایت میبرد و به سوی جنت میبرد. چنانه که در حدیث آمده است ان الصدق یهدی الی البر و ان البر یهدی الی الجنه او یهدی للجنه و ان الكذب یهدی الی الفجور و ان الفجور یهدی الی النار. هر آینه صدق انسان را به سوی نیکی و جنت هدایت میکند، راهنمود میکند، و کذب یعنی دروغ انسان را به سوی فجور و بدبختی و گناه و فجور و بدبختی انسان را به سوی آتش جهنم راهنمود میکند. بارک الله فیکم. و این بود مسئله علامت های صدق و آثارش که ما 3 علامت را ذکر کردیم. اولش طمأنیه، آرام بودن قلب و برکه داشتن در علم و عمر و زندگی و هدایت
به سوی راه راست و جنت. ببینید قلب انسان مطمئن است، عمرش، علمش، حیاتش، توحیدش روز به روز می افزاید، برکه دارد، طمأنینه، برکه و الی الجنه. سبحان الله. پس این علامت های صدق است و این مکافات صدق است در حقیقت. پس اینجا مسئله به وجود میاد. مسئله دیگر این که فرق بین صدق و یقین چیست؟ یعنی یقین و صدق از هم دیگر چی فرق دارد؟ ما میگیم اگر کلمه رو در زبان عربی فهمیدنی شدید یا که در کدام زبان نباشد فهمیدنی شدید، ضد این کلمه رو فهمید. شما خواستید که روز رو فهمید، ببینید ضد روز شب است، پس شب تاریکی، روز روشنایی. این چونین فرق صدق و یقین رو ما از ضد این کلمه ها میفهمیم. ضد مثلا صدق این کذب است و ضد یقین شک است. ضد صدق، ضد راستی دروغی است و ضد یقین شک است. یقین علم جازمه که بروی باوری 100% جزم به وجود آمده است و عمل به وجود است. علمی حقیقی که در بالای وی حقیقتا اقرار جزمی شده است و عمل به وجود آمده است. اصل همین است که انسان اگر به یک چیزی تیقن کند، یقین کند، صدق حاصل میشد. از این فهمیده میشد که صدق یک حالتی که بعد از یقین به وجود میاد. برای همین ما بهش گفتیم که یقین پیش از صدق میاد. اول علم است، بعد یقین است. چرا که علم می آید و به همین علم اقرار کنید و همین علم رو عمل نمایید، به همین جزما 100% باوری کنید، بعد یقین به وجود میاد و بعد از یقین صدق به وجود میاد. بارک الله فیکم. پس صدق این ملزوم العلم و یقین است. یعنی علم این حق است، علم حق و یقین لازم می شمارد که صدق حاصل بشود و صدق که حاصل شد لازم می شمارد که دیگر باقی مانده از شرط ها به وجود بیاد. یعنی کسی که در حقیقت علم حقیقی دارد و یقین حقیقی دارد، صدق باید به وجود آید. وقتی که صدق به وجود نمی آید، وقتی که در یک انسان صدق وجود ندارد، ما میبینیم که یا علم ندارد یا یقین ندارد. وقتی که صدق به وجود آمد، باقی مانده شرط ها حتما باید به وجود بیاد. وقتی که باقی مانده به وجود شرط ها به وجود نآمد، انقیاد، قبول، اخلاص، محبت، ما میبینیم که صدقش ضعیف است یا به وجود نآمده است. بارک الله فیکم. و یک مسئله آخرین را در مسئله صدق یا که پیش از آخرین را به شما بیان میکنیم که بارک الله فیکم این است که صدق به چی چیزها متعلق دارد، یعنی صدق به کدام چیزها تعلق دارد. صدق به شهادتین تعلق دارد. یعنی انسان باید در شهادتین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و هر آن چیزی که به همین شهادتین تعلق دارد باید صدق داشته باشد. وقتی که ما میگیم که صادق باشید، صدق این اصل لا اله الا الله است. صدق وقتی که نباشد انسان کافر می شود. اصل صدق را ما در نظر داریم البته، و همین اصل صدق باید به چی چیزها متعلق باشد؟ به شهادتین و این چنین تعلق به ایمان به الله رب العزت و الجلال و صدق به رضا و صدق یعنی به رضا به الله رب العزت و الجلال، صادق بودن در محبت الله و دینش و رسولش. این چنین چگونه که صدق تعلق دارد به ایمان به رسول الله صلی الله علیه و و تصدیق کردن رسول الله صلی الله علیه و هر آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و خبر داده است از غیبیات، و صدق در طاعت و اتباع رسول الله صلی الله علیه و تفضیل شرع رسول الله صلی الله علیه و به هدیش و دینش و منهجش از دیگران. به همه چیزهای گفته ما صدق باید وجود داشته باشد. وقتی که صدق وجود نداشته باشد در این مسائل البته به جایش کذب میاد و کذب کفر است، انسان رو کفر میکند. بارک الله فیکم. و مسئله دیگر، الله رب العزت و الجلال را وصف کردن به صدق آیا جایز است یا نیست؟ البته جایز است. الله رب العزت و الجلال خودش در سوره نساء آیه 87 گفته است و من اصدق من الله حدیثا، و کیست که از الله دیده حدیثش راستر باشد؟
و کیست آنی که راست گوتر از الله رب العزت و الجلال در سخن باشد؟ هیچ کسی نیست. این را در زبان قاعده عربی در علم نحو میگند استفهام انکاری، سوالی که اصلا معنای انکار را دارد. و اینچنین الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران 152 میگه ولقد صدقكم الله، به تحقیق الله رب العزت و الجلال شما را تصدیق کرد. یعنی الله رب العزت و الجلال به صفت صدق موصوف شده است، صفت گذاری شده است. و مسئله آخرین در مسئله صدق که باید گفته شود، این مسئله 21 است. تا اینجا ما 21 مسئله را از صدق به شما بیان کردیم. 21 مسئله، سبحان الله، 21 مسئله در مسئله صدق، شرط صحت لا اله الا الله، شرط سوم صحت لا اله الا الله. مسئله این نوبتی این است که قول مرجئه، سخن مرجئه کرامی جهمی در صدق در ایمان، در مسئله صدق در ایمان، مرجئه کرامی و جهمی اینا چی میگند؟ مرجئه جهمی ادعا میکند و این چنین اشعری ها ادعا میکنند. اشعری ها هم مرجئه هست، اشعری، ماتریدی، کرامی، کلابی، مرجئه های عصر، مدخلی، اینو مرجئه است. و مرجئه های جهمی و اشعری ادعا میکنند که تصدیق برای قبول ایمان کفایت میکند. یعنی ایمان میگن فقط به قلب است، هر کسی که به قلبش تصدیق کرد تمام میگند این مسلمان شد. سبحان الله. البته این سخن غلط است. ما گفتیم ایمان فقط به قلب نیست و تصدیق را گفتیم که تصدیق این صدق نیست، تصدیق به عمل غیر است. صدق این قولی قلب است. کرامی باشد شرط صدق و اخلاص را از لا اله الا الله میگیرد. میگد لا اله الا الله شرط صدق لازم نیست، لا اله الا الله شرط صدق ندارد و اینچنین شرط اخلاص ندارد. اخلاص شرط نیست در لا اله الا الله. یعنی میگد هر کسی که لا اله الا الله گفت، در این لا اله الا الله گفته اش دروغ گفته باشد، هم دروغاً فریب برای فریب دادن مسلمان ها گفته باشد، هم به اخلاص نفاقانه گفته باشد، هم این مسلمان حقیقی مؤمن حقیقی است. و مرجئه جهمی و اشعری میگد که هر کسی که به قلبش تصدیق بکند که لا اله الا الله یعنی الله هست، به دلش بکند و به زبانش رد بکند، به عملش ضد این کار بکند، هم این مسلمان مؤمن است. برای همین است که مرجئه ها میگد هر کسی که لا اله الا الله به زبانش بگوید این مؤمن است، گرچنده که به قلبش هم تصدیق نکند. یعنی انمین روزه مرجئه های این زمان هم که مدخلی ها و غیر مرجئه های اشعری، ماتریدی، حزبی ها، تمامی نمودی حزب ترکی هست، حزب بنگلادش هست، حزب مالزیا، حزب اخوان المسلمین در مصر، یا که حزب فلسطین تحریر و حزب تمامی نمودی حزبی ها انمی خیلی مرجئه است. نو میگه هر کسی که لا اله الا الله گفت این مسلمان است، این مؤمن است، ایمانش قوی است و گرچنده که به قلبش تصدیق نکند هم این مسلمان است. و در نزد این مرجئه ها منافق هم مؤمن است، گرچنده که کافر باشد هم در میگن که این مؤمن است. منافق در نزد اینها مؤمن است در دنیا و اما در آخرت گرچنده که کافر باشد میگن. والله اعلم. و این قول مرجئه های قدیم با قول مرجئه های عصر حاضر به نهایت مشابهت دارد، زیرا که مرجئه های عصر حاضر هم میگن که هر کسی که من نطق بشهادتین، هر کسی که به شهادتین نطق بکند حکمش حکم اسلام است و کافر شدنش ناممکن است، گرچنده که فعل مکفرات را همه اش را به جا بیاورد، زیرا که شرط صدق را از شرط لا اله الا الله اگر قولا بدانند هم عملا نمیدانند. بارک الله فیکم. پس با همین مسئله صدق به پایان رسید. از الله رب العزت و الجلال تمنا میکنیم و دعا میکنیم که اللهم علمنا مما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق، اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق واليقين يا رب العالمين.
ونجنا من الجهل ومن الشك والريب ومن الكذب والنفاق يا رب العالمين. آمين. إن شاء الله در حلقه آینده ضد صدق